سلام با یک ویدیوی مرفه یا مفرح مرفه بدون در نه با یک ویدیوی مفرح بدون خر. امروز یکی از بزرگترین استعدادهای یوتیوب فارسی اومده اینجا آکوامن. اینجا کیان این کونیا جزامیا؟ من امروز 6 تا آب خریدم که آبا رو بعد بچه‌ها نشون میدیم الان. تو این 6 تا آب دوربین نگاه کنید. تو این 6 تا آب می‌خوام بریزیم تو این لیوانا. من همشو قدرتم اینه که بتونم تشخیص بدم چه آبی چه مزه‌ای میده. هر آبی رو میتونید نه هر آبی نه، فقط این برنده آب معدنی. اما برو بیرون. اگر من 6 تا آبو درست تشخیص دادم یکی از این دوتا رو مجازات میکنم، اما اگر من تو این 6 تا آب یه دونه‌اش هم غلط گفتم من مجازات میشم، به این علت که من ادعا دارم که سوپر پاور تشخیص آب دارم. این چالشتون منو مملم تست کنیم ببینیم مثلا میفهمیم. بله آب شیر بهم بدی با آب چشمای مثلا فلان جا جفتش برام میاد. چشامو من میبندم، اینا بر آب معدنی رو میریزن، همینجا کاراشو میکنیم. محمد خود تست کن ببین. من این 6 تا آبو درست تشخیص بدم اولین آب بلایی به سرتون بیارم. از این لیوان شروع کن. از کدوم؟ از این از دست بده. آبا رو با واقعا نمیبینیم. واقعا دیکشو واقعا اولی شروع کن بده دست. اولی بابا گاییدین آقا. بچه‌ها چالش شروع شد. اولی لیوان. به خدا اسپرایتو اینو بذار کوکاکولا اول. رو بهش بدی نمیفهمیدم. اینو بذار اول میگم، الان نمیگم، باید بخورم. دومی رو بده. بذارش. یکم قهوه بدم بو کنی. وسطش میتونی به دستشویی؟ نه این چندمی بود؟ این 4می. بابا داری به قرآن مجید. آقا اینا همش داره یه مزه میده. به اول فصل اذیت کرد. ادعا دارم که سوپر پاور تشخیص آب دارم. به خودم مجبور فرق می‌کنه. یه دیتای شانسی بگو دیگه، اشکال نداره. آقا یه سر جاش امکان ندارم. آقا من که گفتم تو فرق عدد تو با چشم باز نمیفهمی اینا چی به چیه. به قرآن مجید. شیشمی مگه نبود نخوردم. تنها دروغی شد گفتم این چندمی گفتم 4می ولی 3می. یعنی تو شمارش اینا هم یادت نبوده طعمشو می‌خوای تشخیص بدی. مطمئنی؟ خوراموت من تو گارانتی می‌کنی همش ببین متفاوته. رندوم من که طعمو نمیفهمم یکی اینا رو تا الان گفته بودم. یکی از اینا مزه سگ میده. دو تا آب دونو داریم، آشامیدنی و معدنی. یکیشو مزه گوه میده. بده من اون اولی یه بار دیگه. اصلا یکی از اینا آقا اولی رو میگم، اولی رو بده ها. قرآن اولی آقا این روانیه. گرفتاری شدیم ما. این واتای. درسته. درسته؟ درسته. درسته؟ 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 خدایی درست بود؟ الکی نگید من نمیبینم، اذیتم نکنید آقا. این یا بذار انتخاب کنم، یا دسنیه یا نستله. این به نظرم دسنیه. درست. محمد درسته؟ محمد درسته؟ تو منو میبینی؟ نه. شیرم توی کار. این سومیشه؟ سومی. اسم 6 تا آب معدنی رو میدونی؟ این آکوافیناه. آجی پشمام واقعا درست. درسته؟ درسته. واقعا درسته؟ محمد درسته؟ دماونده. بابا باری کلا. باری کلا. جدی درسته؟ بابا باری کلا. الکی نگیدم. ناموسا درسته. واقعا؟ تو چرا این منو نگاه میکنی؟ چی رو بس نگاه چجوری؟ کنم؟ آخریه یا یکی مونده با آخریه؟ این آخریه. اینو بگیر آخرم بده. این مطمئن نیستم ولی احتمالاً نسترس. بذار الان آخری بخورم میفهم. عوض که خدای دیگه به من. اجی یعنی یه دونه‌شو اشتباه بگی، یه دونه‌شو اشتباه بگی ما باید بر علیه تو کاری انجام بدیم. آره. این اکساب اون نستله. باز کنم چه شد؟ نه باز نکن. آقا بچی دیگه خسته شدم دیگه. باز کن. باز کنم. باز کن. آره باز کن. شما دو تا این چرا تا که دل از غم سوزم. دارم که سوپر پاور تشخیص آب دارم. این هم درست گفتی چون تقریبا از زمانی که انگیزه. میشناسمت نه اصلا 40 ساله داره دماوند می‌کنه. با ما همراه باشید واسه مجازات. من باختم. بچه‌ها من باختم. این اصلا بعدم باختم. دماوند خیلی بد باختم. خیلی بد باختم. ببین آبش خداوکیلی یه چیزی بهتون آبش بگم. خنکه. آبش سرده. تو رو اول من زیاد آبشو تنظیم میکنی. برو.
بده من یه ذره من اول اقدامو ازش خالی کنم. فشار خدای سر سرتو بیا جلو. این چیه؟ این چیزه نرم کننده. سوز خونه. سوز از کجا آوردی؟ بیا جلو یه ذره موهاتو بشونم. حاجی موهات میریزه. بیا جلو بابا بیا جلو حاجی. این شامپوها رو بمان. عوضی قشنگ. سوز ریختی دوباره بابا سوز یه دونه نرم کننده خیلی خوب داریم. فقط بمان چون مکزیکی نوشته نرم کننده مکزیکی. Ay, vente morenita, bailemos el tao tao. El nuevo ritmo que alcanzó sensación. Se baila así, de medio lado, acurrucao, de medio lado. El tao 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 tao. مهدی یه دست برگرد ناموسم پشتت خیلی سوز. بس اینجا سوزه به خدا. بذار بشنم سرده بلایی به سرتون بیارم. ادامه ویدیو رو از بردان بچه ما یه قرصایی درست کردیم اگر شما این حالت اینجوری میشه. حالا وقتشه که برنامه از اینجا شروع شه. محمد بکن.